سلام، روزویل سیتی سکول دیستریکت. من طلا تبریزی هستم. یه دونه پاورپوینت در مورد تاپیک سویساید میخوام باهاتون شیر کنم تو فارسی. سعی میکنم همین چیزا رو خوب بگم واسه شما. بعدم این پاورپوینتم دارین که اگه چیزی اشتباه گفتم نگاه کنین، کمک بگیرین. امروز در مورد سویساید میخوام حرف بزنم که چجوری بچه هامون رو کمک کنیم که تو دنیا بمونن و زندگی خودشون رو نگیرن. زندگی خود آدم ها نگر داشتن و خودکشی خیلی تاپیک سختیه واسه همه. اگه یه استراحت میخوای بگیری، اگه کمک میخوای از بگیری از یکی دیگه، میتونی به شماره 988 زنگ بزنین. و اگه تلفنی نمیخوای حرف بزنین، میتونین SMS بدین به Crisis Text Line. SMS به ACT شماره 741 که انشالله کمک بگیریم. امروز در مورد زندگی بچه ها میخوام حرف بزنم که چجوری کمک بگیرن که خودکشی نکنن و چی کار باید بکنیم از فامیل، مادر پدر بزرگ، مادر بزرگ، چجوری کمک کنیم بچه ها رو که به یکی بگن وقتی مشکل پیش میاد که تو این دنیا دیگه نباشن، چجوری کمک بگیرن. چرا خودکشی پیش میاد؟ چرا بچه ها این کار میکنن؟ چرا آدم های بزرگ این کار میکنن؟ بیشتر وقتی این کار میکنن یه دونه دلشون سنگینه و احساس میکنن که درد زیاد دارن. بیشتر وقتا افسردگی دارن که کمک نگرفتن. گاهی وقتا مشکلای الکل و مواد هست. گاهی وقتا احساس میکنن که دیگه دوست ندارن، نمیخوان برن بیرون از خونه، بیشتر میخوان تو اتاق بمونن، بیشتر میخوان بخوابن. احساس کردن عقب کشیدن آدم رو دارن و دیگه تو دنیا امید ندارن. نمیدونن واسه چی میخوان زندگی کنن. لحاظ امیدشون افتاده. فکرهای خودکشی رو دارن، فکرهایی که از صبح بیدار نشم دارن. من یهویی انقدر بخوابم بیدار نشم و دارن. این چیزا پیش میاد، ولی میتونین بچه ها رو کمک کنین. بهشون همیشه بگین که با یکی حرف بزنن، کمک بگیرن. ما چجوری میتونیم خودکشی رو پریونت کنیم؟ از مادر پدر ما خیلی با اسکانسلر مدرسه، معلم، مشاور مدرسه، همه این آدما میتونن بچه هاتون رو کمک کنن که چجوری سیف نگردن بچه هاتون رو، چجوری امید داشته باشن تو زندگیشون، چجوری وقتی ناراحت باشن با کی حرف بزنن، چیزای خوب بکنن. اگه میبینن که ورزش کمکشون میکنه، ورزش کنن. اگه میبینن با دوستاشون بیرون رفتن، فوتبال بازی میکنن، کارهایی که بیرون مدرسه انجام میدن کمکشون میکنه از این چیزا بیشتر بکنن. با یکی در مورد افسردگیشون حرف بزنن، کمک واسه بچه‌هاتون بگیرین. مشاور حرف بزنین، مشاور مدرسه، یا با یکی حرف بزنین که بچه‌هاتون کمک بگیرن. به خود بچه‌هاتون بگین که من آدمی هستم که بیام کمکتون کنم. میدونم سخته در مورد این چیزا حرف بزنیم، ولی با من میتونی همیشه حرف بزنین. کارهای سالم انجام بدن، غذای سالم بخورن. اگه ورزش دوست دارن، دوچرخه سواری دوست دارن، چیزای سالم انجام بدن، چیزای بد انجام ندن، مواد نکشن، الکل نخورن. بعدم با یکی که تراست میکنن کمک بگیرن، از ادالت کمک بگیرن، با یکی حرف بزنن.
اگه بچهاتون احساس خودکشی دارن، یه دونه جمله هست به انگلیسی act. A واسه acknowledge، C واسه care، T واسه tell. همیشه بچه ها خودشون بفهمن که مشکل دارن، اولین استپه که بدونن کمک بگیرن، به یکی بگن. واسه C واسه care، به دوستاتون نشون بدین که واسه آدما هستین، کمک داشته باشین. بعدم تی، به یکی بگین، به ادالتی که تراست میکنین بگین، به دوست بگین، معلم، یکی تو مدرسه، مادر پدر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، یکی که تراست میکنین، میدونی کمک میگیری، حتما به یکی بگو. Acknowledge warning signs. چیزایی که خودکشی پیش میاد که شاید مثلا تو بچه هاتون ببینین اتیتودشون عوض شده، حالشون عوض شده. اگه دیدی مثلا زیادی دارن عصبانی میشن، زود دارن عصبانی میشن، از دوستاشون کنار گرفتن، خودشونو کشیدن عقب، دیگه با اون دوستا دیگه رفت آمد نکردن، دوستای جدید پیدا کردن، دوستای جدید رو ندیدی، مادر پدر ندیدن این دوستا رو، مثلا شاید این دوستای خوبی نباشن و احساس کردن دیگه تو دنیا امید ندارن، نمیدونن وقتی بزرگ میشن نمیدونن میخوان چی کار کنن، بیشتر دارن میخوابن یا کمتر دارن میخوابن، اگه مواد دارن میکشن، الکل دارن میخورن و درد زیادی دارن میکشن. بعدم حتما با یکی حرف بزن در مورد سویساید که کمک بگیرن. بعدم از مادر پدر نشون بده که شماها واسه بچهاتون اینجاین، بهشون بگین که میدونم اینطوری احساس میکنی، احساس اوکی هست، ولی حتما باید به من بیشتر بگی، حتما باید به من بیشتر بگی که من کمک بگیرم، کمک درست بگیرم بازتون. ولی همیشه به بچهاتون نشون بدین که شماها اینجاین، همیشه گوش میدین بهشون. به یکی که تراست میکنین حتما بگین. اگه نگران دوستا هستی که خودشونو نکشن، زندگی خودشونو نگیرن، حتما به ادالت بگی. هیچ وقت قول نده به یکی که سیکرتشون رو نگر میداری، برای اینکه سیکرتی نیست. باید وقتی که فکر میکنین دیگه زندگی نمیخوای بگیری، دیگه نمیتونی سیکرت نگر داری، دیگه باید به آدم بگی. دوستتون رو شاید ناراحت کنین که مثلا این فکر رو دارین، ولی دوستت ناراحت باشه مهم نیست. باید از خودت فکر کنی، از روحیه خودت فکر کنی، از حال خودت فکر کنی. بعدم فکرهای خوب داشته باشین که کمک بگیرین که تو زندگی باشین. اگه بچه‌هاتون نگرانن واسه یکی از دوستای دیگرشون، میتونین کمک بگیرین، میتونین بهشین بگین که من اینجا هستم که گوش بدم بازون، من اینجا هستم که کمک بگیرم بازتون. میتونین به مادر پدر دوستاتون زنگ بزنین، کمک بگیرین. میتونین به مادر پدرشون بگین که کمک بگیرن. میتونین اگه بچهاتون سیف نیستن زود به 911 زنگ بزن وقتی احساس میکنن که آردی خودشونو هرت کردن، ناراحت کردن خودشونو، حتما به 911 زنگ بزنین. بعدم همیشه به بچه هاتون بگین که من اینجا هستم که تو دنیا بمونین، من اینجا هستم که دوباره تو زندگی امید پیدا کنین، من دوباره اینجا هستم که کمک بگیریم، من دوست شمام، من خیلی شما رو دوست دارم، که همیشه بچه بدونه کمک بگیره. بعدم میتونین همیشه به دکترشون زنگ بزنین، به روانشناس زنگ بزنین یا مشاور مدرسه زنگ بزنین که اگه کمک میخواد. اگه دیدی به اون بیشتر رسیده حتما 911 زنگ بزن.
چجوری احساس کردن خودمون رو کمک کنین وقتی تاپیک سنگین هست، چجوری کمک بگیریم، چجوری با بچه ها حرف بزنیم در مورد این موضوع. به بچه هاتون همیشه بگین که من اگه انسر ندارم حتما انسر رو پیدا میکنم باسهتون، کمکتون میکنم که راحت باشین، ولی منم آدمم، همیشه چیزام خوب نیست، همیشه چیزام پرفکت نیست، ولی کمکت حتما میکنم. با یکی میتونیم بریم حرف بزنیم، میتونیم بریم کانسلینگ بگیریم، میتونیم بریم با یکی فامیلی کانسلینگ بگیریم، میتونیم واسه خودتون کانسلینگ بگیریم. با یکی حتما حرف بزنین در مورد این موضوع. هیچ وقت سیکرت نگیرین، همیشه به یکی بگین که بچه‌هاتون زنده بمونن تو این دنیا باشن. به بچه‌هاتون بگین که بیشتر چجوری که امیدشون بیشتر شه، چجوری تو مدرسهشون کمک بگیرن بیشتر. اگه مثلا چیزی هست بعد از مدرسه که بچه‌هاتون میتونن انجام بدن، مثل فوتبال بازی کردن مدرسه، مثل رقص مدرسه، مثل کلاب مدرسه، اگه دوست دارن بدون بسکت مدرسه، ترک مدرسه، که بیشتر بمونن با دوستان، چیزای سالم انجام بدن، دوباره امیدشون برگرده، احساس کردن عقب کشیدنشون برگرده که با آدم بیشتر باشن. بعدم دوباره به بچه‌هاتون همیشه بگین که من اینجا هستم واسهتون گوش بدم، من دوست شما. هر وقت اگه سخته واسه زندگیتون میخواین به من بگین، خوب زندگیتون میخواین به من بگین. هیچ وقت احساس تنها کردن نداشته باش، هیچ وقت تنها نیستی، من اینجا باتون هستم. بعدم چجوری با بچه‌هاتون اسکیل یاد بگیرین که همیشه وقتی چیزا تو زندگیشون خوب پیش نمیان دوباره فکرهای خودکشی نکنن، چیزایی که پیش خوب نمیاد فکرهای خوب بکنن و فکرهایی که چیزای دیگه میتونن انجام بدن که کمکشون کنن بکنن، مثل این که مثل اگزمپل، مثل ورزش کردن، نوشتن تو کتاب که احساسیاتشون چیه، فیلینگزاشون چیه، توی یه دونه کتاب واسه خودشون بنویسن، به خودشون نگه دارن. بعدم با فامیل حرف بزنن، با دوستان حرف بزنن، موزیک گوش بدن. بعدم از بچهاتون بپرسین از این چیزایی که من الان گفتم کدوم بیشتر دوست دارین، کدوم بیشتر کمک میکنه. آیا موزیک کمک میکنه، ورزش کمک میکنه؟ هر چی دیدی بچهاتون بیشتر کمک کرد بگو به اونا اونو انجام بده. با بچهاتون چجوری حرف بزنین در مورد خودکشی، در مورد مشکلای خودشون. بهشون نزدیک نگاه کنین، ببینین که اگه خواباشون عوض شده، اگه رفت آمد با دوستاشون کم شده، اگه دوستای جدید پیدا کردن، اگه کمتر با شما تو فامیل دارن اسپند تایم میکنن. این چیزا رو میتونین از پدر بزرگ، مادر بزرگ نگاه کنین. همیشه هم فکر نکنین که هیچی نیست، به بچه شما نمیشه، به بچه شما نمیشه این چیزایی فکر کردن. اگه دیدی مثلا نگران هستی، مثلا آدم دیگه چی بگن، دوستای دیگه چی بگن، این چیزا رو فکر نکن. همیشه تو دنیا چیزایی سخت پیش میاد، باید بچه ها یاد بگیرن، باید ما آدم بزرگ یاد بگیریم که بریم با یکی دیگه حرف بزنیم، کمک بگیریم. هیچ وقت ناراحت نشین بچه‌هاتون میگن این چیزا به شما، فکرای دیگه تو زندگی نکردن دارن، ناراحت نشین. مادر پدرین، میتونین تحمل کنین، فقط بهشون یاد بده که من اینجا واسه تو هستم، من واسه شما کمک میگیرم، هر چی هست که من میتونم بیشتر انجام بدم انجام میدم. اگه دیدی یه چیزی که بچه‌هاتون دوست داشت قبلا دوست داشتن انجام میدادن،
از مادر پدر بیشتر این کارو بکن باهاشون. وقت بذار واسه بچه‌هاتون کمک بگیرین، وقت بذار واسه بچه‌هاتون اسپند تایم کنین باهاشون. بعد همیشه به بچه‌هاتون بگین تنها نیستین، من اینجا هستم، اگه با من نمیخوای در مورد این حرف بزنین بیا با یکی دیگه حرف بزن. در مورد خودکشی چجوری آدم بپرسین. اوکی آدم از این تاپیک بپرسن، از تاپیک زندگی دیگه نداشته باشین بپرسن، برای اینکه فکر نکن هیچ وقت این جمله رو دارین میزنین تو کله بچه هاتون. این جمله رو نمیذارین تو کله بچه هاتون. این جمله رو دارین میپرسین که یاد داشته باشن که بچه ها هر وقت کمک خواستن کمک بگیرن، هر وقت دیدن تو زندگی سخت شده کمک بگیرن، سوال بپرسن. بچه هاتون رو نزدیک نگه دارین، نزدیک به خودتون. وقتی دارن بچه هاتون تعطیلاشونه، بچه هاتون رو دارین مثلا میبرین خرید یا میبرین مثلا خونه دوستایی دیگه، دیدی بچه هاتون مثلا نمیخوان با کسی حرف بزنن، نمیخوان دیگه مثلا فوتبال خیلی دوست دارن فوتبال دیگه بازی نمیکنن، این چیزا رو مواظب باشین. وقت شام باشون حرف بزنین، بهشون بگین که شما تحمیم نمیشین ولی میخوای مثلا سوال بکنی، کمک میخوای الان، میدونم الان تو زندگیتون خیلی سخته الان، ولی اگه احساس میکنین میخوای کار بد بکنین، خودتونو بکشین یا فکرایی که تو این دنیا دیگه نداشته باشین، برین با یکی حرف بزنین کمک بگیرین. چیزایی که میتونین کمک کنی از فامیل که چجوری بچه‌هاتو تو این کمک کنین، میتونین خونه میتینگ داشته باشین، میتینگ داشته باشین تو خونه که با هم باشین، چیزایی حرف بزنین در مورد هر چی. اگه دوست دارین مثلا یه دونه سریالی تو تلویزیون یا فیلمی از فامیل دوست دارین که حرف بزنین در موردش، یا مثلا فیلم در مورد این موضوع حرف بزنین، فیلم اینطوری باشه، بعد دور هم حرف بزنین در مورد این، یا اسپند تایم کنین، فیلم با هم نگاه کنین، یا اگه دوست دارین راه برین، اگه مثلا سگ دارین یا دوست دارین کلان برین راه برین بیرون، با هم برین راه برین، پارک برین، با هم حرف بزنین، واسه یه دونه برین تو ماشین، یه دونه درایو برین با هم حرف بزنین در مورد این چیزا، حرف بزنین در مورد چیزای خوب، همیشه بچه‌هاتون بدونن که اینجا هستی. و همیشه بچه‌هاتون بگین که به یکی که تراست میکنین همیشه بگن. بعدم همیشه اگه میدونم سرتون شلوغ کار میکنین، بچه های دیگه دارین، آشپزی دارین، تمیزی خونه دارین، همیشه یه چیزی هست ولی به بچه ها نشون بده که شماها اینجا هستین باسهشون، وقت میذارین باسهشون کمک بگیرین. باشه اکشن استپ ها شماره 1، همیشه چیزایی که warning ساین ها رو نگاه کنین. اگه بچه ها دارن خودشون رو نگه میدارن از کسی، اگه دوستاشون عوض شده نگه دارین. شماره 2 کمکشون کنین که چیزای خوب فکر کنن، چیزای باحال فکر کنن در مورد خودشون، که چیزای بعد دیگه فکر نکنم. بعدم همیشه سومین، همیشه به بچه‌هاتون بگین اینجا هستی، در مورد همه چی میتونیم حرف بزنیم، در مورد جمله سختم میتونیم حرف بزنیم. این وبسایت رو بازتون میمونه، اگه فارسیم بعضی جاها قطع شد یا عوض شد ببخشید. لنگویج اولم انگلیسی بود ولی فارسی هم بلدم. این پاورپوینت رو شماها همیشه دارین، اگه میتونم کمک کنم به من بگین. مرسی. همیشه یادتون باشه که ما اینجا هستیم واسه سپورت بچهاتون، واسه سپورت های خودتون. مرسی واسه وقتتون. اگه سوال داشتین خبر بدین. مرسی. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.